روز بخیر. عرض کنم چون این روزا انتقادات زیادی میبینم میشه نسبت به رسانه‌های بین‌المللی که به خصوص رسانه‌های بین‌المللی دولتی مثل BBC، صدای آمریکا، صدای فرانسه، صدای آلمان، حالا هر کدوم به نسبت اون شنونده یا بیننده‌ای که دارند، به هر حال انتقادهایی از این ها میشه که همیشه جواب اونها در این میون نیست. اما ببینیم بعضی وقتا این انتقادها از کجا میاد و جوابی که حالا جواب خوب و درستشو من نمیگم، فقط به شما میگم که به اصطلاح توجیه اونها چی هست. بعضی وقتا مثلا یک اصل عمده و اصلی ژورنالیسم را که مرتب و حداقل روی کاغذ و تئوری به اون استناد میشه، بالانس و تعادل در گزارشگری است. یعنی در گزارش یک واقعه زیاد متمایل به راست و یا به چپ نشن، نقطه نظر به خلاصه کلام دو سوی یک قضیه رو مطرح کنند و قضاوت رو بگذارن به عهده مخاطب که یا شنونده است یا این روزها بیننده. اما تعادل بخشیدن به گزارش گاه از روزن یک نشریه یا رسانه ممکن نمیشه. این چیزیست که دوستان گرامی بعضی وقتا درک نمیکنن. اگر یک طرف قضیه همه رسانه ها و روزنامه و تلویزیون و رادیو و حتی بخش عظیمی از ارتباط اینترنتی کشوری در اختیارش باشه، اون وقت شما بخواید فرضاً در واشنگتن و یا لندن همون وقت و فضایی رو به اون طرف بدین که به این طرفی که دستش از همه فضا و فرصت رسانه کوتاه هست. این اسمش بالانس خبر نیست، بالانس چرخ اتومبیل هم نیست که برسه به خبر. این همون مشکل و معضلی است که در مورد رسانه‌های بین‌المللی دولتی به خصوص شاهد اون هستیم و حداقل در توجیه نحوه گزارشگری خنثی و قرقاتی خودشون اون رو عنوان میکنند. اما شما چگونه میتونید مثلا وقت و فضای مساوی در رسانه خودتون فرضاً بدید به شخصی مثل احمد خاتمی مانندی و اون طرفش هم شاکی در رفته از چنگال این احمد خاتمی باشه، در حالی که صدا و هیبت کریه این یکی از بالای منبر گرفته تا رادیو و روزنامه و تلویزیون رو به گند کشونده و اون یکی میخواد از روزنه شکایت و حکایتش را از اون موجود و بنیاد ویرانگری که این موجود نماد زورگویی و چرندگویی و جهل پراکنی اون هست ابراز کنه. نخیر قربان، ما باید بالانس برقرار کنیم. به همین موضوع البته گفتم این به همه چیز شباهت پیدا خواهد کرد مگر به بالانس. شما میخواید فرض بفرمایید بالانس برقرار کنید مثل میان سخن فرزند زهرا کاظمی که دست به دامن شما شده باشه و ناقاضی مرتضوی که اصولا شما رو لازم نداره که بخواد با شما حرف بزنه. شما یا دلتون به حال مرتضوی سوخته، میخواهید میون شکوه و شکایت زن تحقیر شده به دست گشت ارشاد و عرض کنم نقل چرندیات سردار رادان که فاتی کماندوها رو بر سر اونها انداخته بالانس برقرار کنید. تمام اون نظام و بلندگوهای رسانه و مسجدش برای خودشون کافی نیست. حالا شما کمکی میخواین به اونها بدین. بالانس میان قربانی اسیدپاشی ها و شیخ نابکاری که فتوای خبیثانش این مصیبت شنی رو باعث شده، واقعا دلتون خوش از شما. میون اون نگونبختی که دست و پاشو از بابت آفتاب دزدی از سر ناچاری قطع کردن، میخوان برقرار کنیم بالانس بین اون و شیخ ناپاک و بیرحمی که حکم را صادر کرده. بالانس خبری لازم داره اینها. این کارهای شیک شیک رو باید دوستان عزیز بگذارید برای تاریخ نگاری، اونم در این تاریخ‌های بی‌حقی و ناحقی مرسوم، نه روزانه نگاری و روزنامه نگاری. به قول معروف یکی داره میمیره از درد بینوایی و شما مرتب زردک تعارفش میکنید که میخوایی. عرض کنم این قضیه مناظره میون دو حزب نیست که بخواهید
نقطه نظر کاندیداهای دو طرف رو برای رای دهندگان بشکافید. تازه همین روزا درست انجام نمیشه. اینجا مسئله مهمتر از این حرف هاست. دلیل وجودی این خیلی چند میلیونی اکثرا تحصیل کرده در غربت، دوستان عزیز، وجود قدرت مهیبی در سرزمین مادریشون هست که اونجا رو اشغال نظامی مذهبی کرده، حق تکلم رو از اونها گرفته و محتاجشون ساخته به روزنی که صداشون رو به خیلی آدم‌هایی که در ساحل بیخیال نشستن برسونه. وقت شما همین روزنه اندک و کوچک هم میخواهید با غاصب حق و حقوق اونها تقسیم کنید. تازه وقتی نوبت به همین روزنه کوچک برسه هم یک گروه و یک صدا را بچسبید که خودش رو صدای مردم ایران غالب میکنه. اسم این رو میگذارید بالانس. معامله ابلهانه یا زیرکانه شاید، بالانس خیر. بالانس دوستان عزیز، اگر نمیدونید باید خدمتتون عرض کنم، بالانس یعنی موج عمومی خبر را تعادل ببخشید که وسعتش از یک رسانه فراتر میره. نه اینکه مثل ارتش ایران در مصیبت 57 به عنوان اظهار بی‌طرفی در اصل خانه را باز بگذارید تا هر بچه 10-12 ساله‌ای مسلسل و هفتیری به دست بگیره و روزگار خودش رو پشت خودش رو تباه کنه. این مرض یا تمارض بهانه بالانس یا تعادل به سبک جاری چیزی است دوستان در همین مایه. گاه هم این نشانه بیخبری و ساده‌لوحی چیز ندانهایی است که با اعمال نفوذهایی سر پست‌هایی بالایی قرار میگیرند در این گونه رسانه ها، از اون گزینش‌های سیاسی، در حالی که قابلیت و معلومات لازم برای انجام این مشاغل را بلا نسبت شما مطلقا ندارند. چیزهایی هم از افواهن از ژورنالیسم آمریکایی شنیدند و بلغور میکنند که اصولا فقط روی کاغذ بسیار دلانگیز است و همین گزارشات و همین برای گزارشات کاغذی پوش به بالاترها کافی است. عرض کنم که سالها پیش در صدای آمریکا نامه‌ای در رسیده بود از یک بیچاره در ایران. این نامه رو خب این حرفای طرف رو در برنامه فارسی پخش کرده بودیم که اون موقع شنونده‌ای با 1000 بدبختی از ایران فرستاده بود بیرون و در این نامه از چاقوکش‌های بسیجی شکایت کرده بود. خب مثلا به همین لغت هم به کار برده بود، چاقوکش‌های بسیجی. حالا میدونید در اونجا یک بخش بررسی برنامه هاست که سالیانه همه برنامه های هر سرویسی رو برسته رو بررسی میکنن. مشکل کار این است که در میان اونها که بررسی میکنن حتی یکیشون پیدا نمیشه که زبون اون منطقه و جایی که براش دارن برادکست میکنن رو بدونه. یکی از اینها بله خیلی دخوار و خیلی به اصطلاح احساس شیکه ژورنالیستی کرد و اومد ایراد گرفت از این برنامه. گفت که این برنامه بالانس نداره، برای اینکه شما چاقوکشان حکومتی رو گفتید بالانس نداره. گفتیم والا دسترسی به اون چاقوکش بسیجی نداشتیم وگرنه اون رو هم بالانس میکردیم. و باز این حکایت دوستان عزیز منو به یاد حکایت واقعی دیگری میندازه خارج از اینها. در سالهای جنگ 8 ساله، اون موقع که خانواده ها برای جلوگیری از شهادت اجباری پسرانشون که میخواستن شربت شهادت رو بهشون بدن و کلید بهشت پلاستیکی ساخت چین رو بنظرن به گردنشون، به هر بیچارگی بود موقع سعی میکنن خانواده پیش از 13 سالگی این پسرانشون از ایران خارج کنن که بعد دیگه خروج اینا ممنوع میشد. معمولا ایران رو میفرستن به ترکیه به امید که یکی از این کشورهای مرفه غربی که این بچه کس و کار و قوم و خویش اونجا داره بعد بهش ویزا بدن تا بیاد اونجا خلاص بشه. یکی از این بچه ها که قوم و خویش‌های در آمریکا داشت، همه هم آدم های معتبری براش دعوتنامه فرستاده بودن، مخارجش هم تامین کرده بودن، بعد تعهد کرده بودن، آقای کنسول آمریکا در ترکیه بهش ویزا نداده بود. بالاخره ما رو انداختن
رفتیم سرکنسول رو پیدا کردیم، سرکنسول آقای کنسول رو پیدا کرد با تلفنی و بعد میپرسه آقا چرا به این بچه که قوم خویش‌هاش هم در آمریکا هستن تو ترکیه سرگردون هست چرا به این ویزا ندادی؟ عرض کنم که وقتی که از این کنسولی که در ترکیه بود پرسیدیم چرا، تازه فهمیدم که چه ابلهانی در این دنیا در چه پست هایی نشستند و ما بی جهت دنبال خر در قبرس میگردیم. این کنسول سوپر ابله که احساس خود شرلوک هولمز بازی میکرد، خود شرلوک هولمز بینی میکرد، با غرور گفت من دونستم که این پسر میخواد از جنگ در بره. گفتم ببخشید نمیدونستیم که خمینی برای جمع آوری شهید کمک شما رو لازم داشته. حالا این بیماری رسانه‌های دولتی بین المللی اما یک مشکل دیگری ایرادات از اینجا منشأ میگیره. با حضور فزاینده غیر ایرانی های تصمیم گیرنده در مورد محتوا و اجرای برنامه ها، در حالی که بسیاری از اون تصمیم گیرنده ها احیانا نمیدانن ایران کجا واقع شده، چه برسه به اون که سلیقه و نیاز مخاطبشون رو حتی حدس بزنن و گاه ناخواسته آشهای شل قلمکاری به وجود میارن که احیانا بسیاری رو انگوش به فلان و حیران باقی میگذاره که اونجا اصولا چه خبره و تعبیرها و تفسیرها و چیز و اینکه بله چه معامله پنهانی مثلا در کدام سطح انجام شده. اما به هر حال و به هر علتی آنچه ناشیانه انجام میشه به بهانه و عذر این کلام شیکوپیک بالانس هست که فضای رسانه‌های خارج از محدوده آخوند و به طور اخص فضای رسانه‌های بین‌المللی دولتی رو فرا گرفته و شنونده و بیننده هم مات و گیج که اونجا چه خبره. هیچ عزیز جان، اینجا بالانس برقرار هست و باید نظرات همه مطرح بشه، حتی بلندگو به دست اونهایی که بلندگو به دستشون بود و شعار خیابونیشون مرگ بر آمریکا بود و با همین وسیله امروزه در اینجا به آلاف و علوف رسیدن و در همین مملکت هستن. خب از اینکه بگذاریم دوستان از اجازه بدیم ببینم آیا ارتباط ما با نیویورک برقرار شده با دکتر سیامک شجاعی. آقای دکتر شجاعی صدای منو میشنوید؟ جناب بهلو، من خدمت جناب عالی و همه شنوندگان و بینندگان ارجمند سلام عرض می‌کنم. خب امروز که با صدای شما را داریم و به هر حال سعادتی. خب دکتر شجاعی عزیز، فکر می‌کنم این نمیدونم سخنان عرایض اول بنده رو شما شنیدید یا نه. داشتم راجع به بحثی میگفتم که اصولا ما علت وجودی یک قوم چند میلیونی در خارج از ایران این است که دلایلی در اون منطقه رو براشون غیر قابل زیست کرده. حالا شما بخواید با معیارهای فرضاً اون ژورنالیسم کاغذی آمریکایی یا انگلیسی یا نمیدونم فرانسوی بخواید برنامه درست بکنید که به قول خودتون بالانس و تعادل داشته باشه، این گیری ایجاد خواهد شد که حداقل تعبیر و تفسیرهای بسیار منفی برای این گونه اصطلاح مؤسسات در بر خواهد داشت. شما چی فکر میکنید؟ جناب بهلو، مسئله بسیار واضح و روشنه. ما به غربت پرتاب شدیم و به غربت پرتاب شدگان در این 37 سال گذشته مرتب سعی کردند که به هر وسیله‌ای که شده اولا میهنشون و زادگاهشون رو فراموش نکنند و در مقابل این رژیم غیر قانونی قرون وسطایی هم بایستند و مبارزه کنند که شاید این مبارزاتشون ثمر بده و این میهن باستانی ما از دست این آخوندها نجات پیدا بکنه. و یکی از ابزار و وسائلی که در طی این مدت در این سالها به کار گرفته شده همین وسایل ارتباط جمعی هستند، رادیو تلویزیون ها هستند که مردان و زنان شریف و زحمتکشی در جامعه ایرانی با دست خالی تقریبا این امکانات رو فراهم کردند و البته رسانه های فارسی زبان کشورهای مختلف مثل صدای آمریکا هم بودند و تا این اواخر همون رسانه ها هم به نحو مطلوب
در حقیقت برای آزادی و دموکراسی بیشتر قدم برمی داشتن تا اینه که بخوان در خدمت جمهوری اسلامی باشن. اما این که ما در خارج از کشور بیاییم رادیو تلویزیونی راه بیاندازیم و بگوییم ما بی‌طرفیم، از صبح تا شب مثلا خبرهای آقای روحانی امروز این حرف رو زد، آقای خامنه‌ای این مسئله رو مطرح کرد، به این شکل حتی تمام اخباری رو هم که میدیم از سوی اینها و از همون منبع خود جمهوری اسلامی باشه، این با اون حس ملی پرستی و حس مبارزه با این رژیم غیر قانونی مغایرت داره و این بازی ها و این شغول بازی های روشن فکرانه هم که ما باید نمیدونم بی‌طرف باشیم و یا توازنی باشه، در همین رسانه های آمریکایی ما دیگه الان همچین چیزی رو شاهد نیستیم. بله. تلویزیون فاکس که توجه میکنید جناب راولو، میبینید اینا خیلی افراطی دست راستی هن، نمیدونم به اون CNN نگاه میکنید وسط رو میگیره، دیگری راه دیگری رو میگیره و اصولا اگر هم مثلا در یه برنامه 2 نفره میارن که یک کمی با هم نظراتشون مختلفه ولی در پایه و اساس اختلاف عمده‌ای هم ندارن با هم، اما ما از وسایل ایرانی باید اینجوری تصمیم بگیریم یا رادیو تلویزیونی رو راه انداختیم برای سرگرمی مردم، برای کسب درآمد، برای تهیه مخارج زندگی که ما با اونا کاری نداریم، حرفی نداریم، اونا هم به هر حال هر شکلی بوده به هر حال دارن زندگیشون رو میخوان اداره بکنن. اما رسانه هایی که میان و برای آزادی ایران میخوان تلاش بکنن و برای رهایی ایران و برای مبارزه با جمهوری اسلامی حداقل ادعا کردن که وارد صحنه شدن، اینها دیگه نمیدونم صحبت از این بی‌طرفی و غیره و این حقه‌بازی‌های BBC و نمیدونم اخیراً هم یه مقدار صدای آمریکا و اینها رو در آوردن، این به درد مردم ایران نمیخوره. مردم ایران به خصوص خارجی‌ها به راحتی میتونن در خارج کشور به انواع و اقسام خبرها دسترسی داشته باشن، صدها کانال تلویزیونی در اختیارشونه، در ایران هم از طریق شبکه‌ها میتونن به راحتی سرگرم بشن، فیلم‌های خارجی ببینن، ولی اون صدایی که از اینجا پخش میشه به زبان فارسی و به ایران میرسه باید صدای مردم ایران باشه، باید صدای درد و رنج مردم ایران باشه و صدایی باشه برای مبارزه با جمهوری اسلامی. حالا دیگه این چرندیاتی که میگن نمیدونم بله اگر الان شجاعی رو آوردی باش صحبت کردی و گفت که مثلا خامنه‌ای اگه گفت مثلا اسید پاشی روی زنها خامنه‌ای بیارید که بگه نه شجاعی اشتباه میگه. نه آخه ببینید مثلا اگر شما گفتید که آقا اسید پاشی قباحت داره که و جنایت هست رو صورت زنها، یه نفر رو بیاریم که بگه اسید پاشی خوبه، این بالانس میشه. خب همین یک آخه ببینید بعدم اعمال و این کارهای جمهوری اسلامی شنیعه و خلاف عقل و وجدان انسانی که دیگه نمیتونه اون طرف مقابلش رو به قول فرمایش شما بتونید پیدا بکنید. کدام ابلهی، حتی خود رئیسی که اسید رو پاچیده میگه این کار خارجی ها بوده، میگه این کار انگلیسی ها و آمریکایی ها دستیسه خارجی ها بوده، اصلا ما از این کارا نکردیم. هر جا هم که سر بردن ندا رو کشتن گفتن این کار خارجی ها بوده، ندای ایران بود و سهراب زنجیری به همچنین. یعنی خود اونها هم توجیهی نمیتونن داشته باشن برای این گونه حرفا. مثلا دیروز این یکی از این برادران فاسد لاریجانی که مسئول حقوق بشر در ایران، شما ببینید تو رو خدا دیگه بدبختی میهن ما به کجا کشیده، این رفته در ژنو، اونجا اون شورای حقوق بشر سازمان ملل گریبان جمهوری اسلامی رو گرفتن که شما چرا اینقدر جنایت میکنید، چرا اینقدر اعدام میکنید، چرا ریحانه رو کشتید، و این مردک ابله میگه شماها نمیتونید حقوق بشر رو فقط از جانب غربی در نظر بگیرید، به حقوق بشر اسلامی هم توجه بکنید، از ما یاد بگیرید. این قانون قصاص ما بسیار قانون خوبیه، شما هم بیاید از ما یاد بگیرید و وارد دستگاه قضایی خودتون بکنید. وقتی یک چنین ابلهانی هست که شما میخواهید که موازنه با کی برقرار بکنید، اینا به اصطلاح روشن فکر و تحصیل کرده شن. این مردک انگلیسی هم بلده، در انگلستان درس خونده، اوایل انقلاب اون تد کاپل من خاطرم از می آورد باش مصاحبه میکرد در اون دوران گروگانگیری و سوگلی اینا بود، معلوم بود که دارن این رو تو آب نمک میخوابوننش که اونجا مأمور دو جانبه باشه، من جاسوس مأمور انگلیسا باشه. برای وقتی چنین ابلهانه میاد بدون شرم و خجالت در سازمان ملل متحد در ژنو چنین مسائل مطرح میکنه، دیگه
اونایی که میگن نمیدونم رادیو تلویزیون هم باید بیان و موازنه برقرار کنن، اینا به اعتقاد من همشون دستشون با جمهوری اسلامی یکی و قصدشون اینه که جمهوری اسلامی رو بیان توجیه بکنن و چون دستشون رو شده وقتی بهشون ایراد میگیری که آقا برای چی این نمیدونم مرتکه مثلا بسیجی سابق یا مسئول اداره ارشاد یا این جنایتکاری که خودش سالها در جنایات رژیم دست داشته اینا رو میاری باشون صحبت میکنی، معاون نمیدونم خاتمی رو میاری، معاون وزیرش رو میاری، وزیرش رو میاری، اینا به جای اینکه مثلا خجالت بکشن و بگن بله شرمنده این که با این جانیان با دعوت کردیم و بیان در برنامه‌ها، میگن توجیهشون اینه ما میخوام موازنه برقرار بشه، در حالی که موازنه ای هم برقرار نیست. همین صدای آمریکا، من سالهای سال در خدمت شما بودم، مرتب در همه برنامه‌ها من هرگز مقام آیت اللهی رو برای خامنه‌ای قبول نکردم، چون به اعتقاد من به هر حال اونهایی که معتقدن سلسله مراتب مذهبی رو بهش اعتقادی دارن، آیت الله به همین مفتی و الکی و حقوق بازی نمیشه آیت الله شد. نمیشه یک شبه شما بعد از اینکه خمینی به درک واصل شد برای اینکه میخواد بشی ولی فقیه بیان بگن آیت الله و آیت الله عظمی. من همیشه گفتم این مردک اسمش حجت الاسلامه که البته اخیراً میگم ثقة الاسلام که خودش هم میدونه ثقة الاسلام مفهومش چیه. به هر حال در برنامه‌های شما جناب بهالو سال‌ها در تلویزیون برنامه‌های زنده خدمت شما خدمت بقیه ایرانیان ارجمند همیشه من گفتم حجت الاسلام خامنه‌ای. این اواخر آخرین باری که من در این برنامه خبری 3-4 دقیقه‌ای صدای آمریکا دعوت کرده بودن، من گفتم بعد حجت الاسلام خامنه‌ای مسئول نمیدونم تحریم‌هاست و اینها، بلا فاصله اون مجری برنامه از طرفش گفت البته نظر نمیدونم مهمانان ما نظر شخصی اونهاست به خصوص در مورد آیت الله خامنه‌ای. موری بنده رو تصدیق کرد این آدم. البته من میدونم این آدمم خودش آدم خوبیه، اون مجری برنامه من میدونم با رژیمم اتفاقا در تقابل بوده و به هر حال پشت پرده با رژیم مبارزه میکنه، اما باید ببینید چه مدیریتی بر اونجا مسلط شده که حتی وحشت از این دارن که یکی بیاد بگه این حجت الاسلام خامنه‌ای به جای آیت الله عظمی. حتما انتظار داشتم ما بگیم رهبر معظم انقلاب اسلامی. به هر حال این چی میگن بر خود نگاه کرد و گفت از ماست که بر ماست، ما هستیم دیگه. من اگه جای اون مجری بودم با اون استعدادی هم که دارم از وجود خودم میرفتم بیرون از اون دستگاهی که اینطور برشون فشار میاره که باید اینطوری حرف بزنید در حقیقت سانسور میکنه. ما در خارج از کشور که دیگه نباید دستگاه سانسور رو نمیدونم خود سانسوری داشته باشیم. من اگه جای اونها بودم، جوانم هستید، استعدادم دارید، زبان انگلیسی هم فرا بگیرید و برید در این جامعه‌ای که این همه امکانات و فرصت میده کار و شغلش دیگری پیدا کنید. کم کم آدم حتی ناچار میشه بگه که در خدمت مثلا صدای آمریکا بودنم زیاد کار شرافتمندانه‌ای نیست از دید ارق ملی ما ایرانی‌ها. البته من نکته‌ای را عرض کنم که برنامه‌های رادیویی صدای آمریکا همیهنان عزیز از برنامه‌های تلویزیونیش استقلال داره و یه مدتی هم خیلی سعی می‌کردن که بودجه‌شو قطع کنن و اون افراد شرافتمندی رو که اونجا کار می‌کنن رو به جای دیگه منتقل کنن یا مجبور بازنشستگی بکنن، اما زورشون نرسید و حتی نمایندگان مجلس امریکا هم در این زمینه اقداماتی کردن و گفتن که خیر این رادیو صداش قطع نشه. هر حال این وضعیت من اینو خدمتتون عرض کنم که اون رادیو متاسفانه به صورت رادیو حقیقتا قطع کردن، یعنی فقط الان به صورت اینترنت باقی گذاشتن. اینم یکی از اون مشکلاتی است که رادیویی که با 5 ساعت برنامه شبانه روزی در کوتاه‌ترین مدت آقای شجاعی شما خودتون شاهد بودین به صورت محبوب ترین برنامه رادیو بین المللی درآمد، اون موقع هنوز تلویزیونی نبود، بیاد یه دستگاهی بعد خودش بیاد این رادیو رو حذفش بکنه. اول اومدن می‌خواستن اینو اون به صورت فردا رو آوردن، بعدم میرم که به کلیه کردن شه دوم موشی و از طریق اینترنت. منظور این است که اصولا ببینین این تاریخ و پیشینه ای که مثلا حالا صدای آمریکا رو میگم چون بی بی سی همیشه همینطوری بوده، حالا هر کاری داشته میکرده بوده، اما مثلا صدای آمریکا اگر احساس خود CNN ببینه، حالا اون خود CNN هم چه توفیقی است بماند که این روزا اونم همچین تعریفی نداره، اما
اون تاریخ و پیشینه ای که مثلا صدای آمریکا با خودش هم میکنه با اون صحبتی که آقا ما خبر خوب است و خبر بد و ما خبر را گزارش میکنیم، این همچین به اینکه ما صرفا یه مؤسسه خبری هستیم اصلا جور در نمیاد. ببینین تاریخ و پیشینه اینها به این صورت بود که در سال 1942 اولین برنامه رادیویی صدای آمریکا به زبان آلمانی، موقعی که جنگ با آلمان برقرار بوده، شروع میکنن برادکست میکنن به طرف آلمان. این که به قصد نمیدونم خبر بالانس نبوده، این معلوم است که پروپاگاندا در جبهه دشمن هست. درست در همون موقع اتفاقا بهتون عرض کنم که نیروهای متفقین که در ایران هم آمده بودن که آمریکا هم جزش بود، یعنی انگلیس و روسیه و آمریکا که بودن، یه برنامه زبان فارسی هم